ولنتاین امسالم فرا رسید به و ما به خودمون گفتیم که تا کی هدیه، تا کی کادو، تا کی کافه، رستوران، قرارهای کلیشه‌ای. ما باید به هم دیگه گل بدیم. آره گفتیم به جای این کارهای کلیشه‌ای که هر سال همه انجام میدن، ما بیایم برای همدیگه دسته گل درست کنیم و به هم هدیه بدیم. ما اینجا گل داریم، کاغذ رنگی داریم، چسب داریم، روبان داریم، قیچی داریم. من قراره برای شما گل درست کنم، شما قراره برای من گل درست کنیم. ما یه دونه کاغذ داریم با روبان که میخوایم الان اینا رو با کاغذ و روبان و چسب تزیین بکنیم. آره گلا رو نصف میکنیم، نصفش مانند مساویه شرایط. خب رنگ و بند نصف اینو داری من دارم، نصفش هم تو داری، اونو نصفش تو داری. نه دیگه بذار یه رنگ من یه رنگ تو. آقا من نمیخوام، من میخوام دسته گل دو رنگ درست کنم. من یه ایده ای دارم برای برد. من اگه همه متریال رو من مصرف بکنم چیزی براتون نمیمونه. میخوای بپیچی دورت این همه رو؟ نه حق نداری، بعد همه چی نصف مساوی باشه. فقط هم 5 دقیقه به وقت میدم. 5 دقیقه؟ من تازه میخوام بزنم یوتیوب ببینم آموزش روبان درست کردن ببینم. یه کاری میکنم، برای اینکه تو از من اسکی پشتمونو کنیم به هم. نه من یه 5 دقیقه بعد از تو شروع میکنم، یعنی باید مثلا کار تو به میدونی فاوندیشن و استراکچر اولیه. من بیا سیریسلی میخوام از یوتیوب نگاه بکنم. آقا وقت نداریم وسط ویدیو چی میخوام از یوتیوب؟ من خب بلد نیستم آخه، این همه علم و فناوری پیشرفت کرده. نمیشه. منم تا حالا دسته گل رو نپیچیدم. تو هم تا حالا دسته گل نپیچیدی؟ نه. بازم شرایط برابر نیست. تو هنرت خیلی بیشتر از من. مگه من گل فروشم که دسته گل چیشیده باشم؟ سلامتی همه گل فروشا. بیا آقا با هم میریم. خب من بهت آوانس میدم، بهت 5 دقیقه فرصت اضافه میدم که از من کشش درد داشت. کشش درد داشت؟ دستمو جر که تو نسبت به من از نظر تایمی. آقا باید این طرفش که آینه‌ایه بیرون باشه یا این طرفش که گلگلیه؟ من چه میدونم دیگه، سوال نمیتونی بپرسی ها. فقط خار داره، مواظب خارش باش. خار گلا رو بدم به تو بچینی. خارش هم باید بکنی فکر کنم. نه خب ببین چند تا روز این رنگی داریم. خب با خار 7 تا اینه، 7 تا اونه. این 4 تا هم مال تو. ببین بسم الله بفرما برای من لطفا دسته گل درست کنی. فوقش بلد نیستی یه چیز ابتدا. فوقش بلد نیستم؟ خب من بلد نیستم. ببین فقط برای جلوگیری از تلفات بگم که گل فروشا خار روز رو با تیغ میتراشن. فیشت بابا این تیراش در حدی که تو دست آدم نره دیگه. تو من نبودم رفتی نشستی ویدیو یوتیوب دیدی که چجوری گل روز نه بابا کجا گل؟ من تو نبودی رفتم کاغذ رنگی و چسب خریدم برای اقدامات برنامه. آقا رضا میخواد این گلا رو تزیین کنه. من همه برگاشو که چیدم که. شما آزادی عمل داشتی. آزادی عمل؟ میتونستی این کارو نکنی. ببین بچه‌ها من میخوام یه ریسک بزرگ بکنم. هیچ وقت تو زندگی می ریسکای بزرگی کردم؟ نه شما اصلا بابا اب نداره موقع بریدن من بهت بعدا کمک نمیکنم. ببین ابسترکت من میخوام اینجوری ببرم که از ایده من کپی کنی غزل. به خدای احد و واحد روزی که من بخوام از این ایده کپی کنم روز مرگ من. نیا کن تو الان خراب کردی طرح منو. تو خراب کردی. فرق چی بود دقیقا؟ تو درست کردی همه چیز و خوده. خب ما الان یه سری اینجوری داریم که میخوایم بپیشیم دوره این. تایمو گرفتی یا نه؟ بعد نگی تو تایم اضافه مصرف کردی. من دارم تو 5 دقیقه تعبیر میدم. خب این میشه بوکه گلی که بنده بر شما آماده کنم. اما اینجا ظرافت و عواطفی داره که شما قرار نبوده ازش باخبر بشی. مثلا اینکه ما این چسب رو نیاز داریم. من فقط تو بحر این گلی هم که انگار برام لقمه نون پنیر گرفته. یه دقیقه نشون بده عزیزم. هنوز تمام نشده کار که شما کارو با چیزش داری میسنجی. کارو داری با
دقیقه با اجازه شما برم یه خودکار بیارم، یه چیزی میخوام بنویسم. میخوای کارت تبریک بذاری آره روش؟ عزیزم، البته این رسیده ولی ما از پشت رسید استفاده میکنیم. لقمه کالباس بود مدرسه میبردیم یا لقمه پنیر؟ آقا پشت سر طرح من اینقدر حرف نزن. گله نصفش رفته این تو گم شده. من اینجا مینویسم. حالا میایم اینو میچسبونیم اینجا. آخ ما روبانم داریم. روبانا رو چیکار کنیم؟ با روبان اشکال نداره. روبان رو برمی‌داریم میپیچیم دورش. نصف نوشتت رفت زیرش ها. باید بازش کنی که ببینی. آها سورپرایزه. آره شما اون رو نمیبینی که عالی شد. من پاپیونش مونده. پاپیونم میخواد بزنه. یه پاپیون ناز بزنیم. خب اینو بعد یکم اتو بکنیم. پاپیونه یکم چیز شده. خب حالا نه فاینال تاچ. Fight! اینجا میخوام یه سری از این گلا رو بیاریم بیرون. خرابش اینجوری گلم شکست. اب نه تنها ایرادش همینه. اب نداره. آماده است؟ نه هنوز آماده نیست. یه مرحله آخر قشنگ داره. اگه گفت چیه؟ میخواد اینجا رو برقرار جون که تیغا بره تو دستش. نه دیگه اینجا رو شبیه دسته کنی. کدوم دسته این شکلی آخر هزار؟ همیشه میگن یه دونه از این شاخه‌ها رو بشکنی نمیشکونه. آماده شد؟ هدیه ده بهم. هدیه میدم بهت عزیزم. You are my only one You are my one. خب چسب زدی روش. باید باز بشه One and only. مرسی ممنونم. وینگاردیم لویوسا. It's not Leviosa. It's Leviosa. اون بهت بگم دسته گل چیه. خب بچه ها شروع میکنیم با تیغ زدایی. به این صورت که من خارهای ایشونو میچینم که تو دست دوستان نره. مال من کانسپت داره. کانسپتش چیه؟ گل نظم. نظم. واژه نظم از فرهنگ لغات دسته گلای من یه سری 4 تا گل صورتیه با 2 تا گل اون یکی چه رنگی نارنجی. بعد گلبهی روی گلای صورتی وایسادن. به چه معنا؟ به این معنا که من گلای صورتی ام، شما به عشق و مهر و محبت من رشد کردی و سر به آسمان کشیدی. ولی هنر شما البته بیشتر از سبک داداییسم پیروی میکنه. یعنی دوستان اگه سبک داداییسم نمیدونید چیه، یک هنر اعتراضی بوده توی زمانهای گذشته که حالا در واقع آثار عجیب و غریب و حشل هفتی ازش میومده بیرون، حتی آسیب به اموال عمومی هم میکشیده. وندالیسم هم یعنی از داداییسم داره میاد دیگه. آره دیگه وندالیسم دیگه خودش یک حالا یه مشکلی داره اینجا و اون اینه که یکی از به این میگن چی؟ شاخه مال گاو. یکی از این 3 شاخه گلبهی و صورتی گلبهی شکسته. برای ما نمیتونیم بگیم گلبهی یا تویی. نماد چی هستن اونا؟ نماد سختی و فشارهای زندگی که تو تحمل کردی. من اومدم که شروع بکنم به انجام دسته گله. حالا کاری که من میخوام بکنم این هستش که یکی از این گلای جولبهیمونو که احتمالاً همین باشه توی مرکز کارم قرار میدم و بعد به صورت یکی در میون میام از گلهای دیگه و برگ استفاده میکنم توی این کار. دوباره 1 عدد جلبهی، 1 عدد
صورتی، جلوهی و صورت. یه همچین چیزی به ما داده. نه حالا اب نه، من انتهای کار رو میخوای یکی دوتا از مال منم بردا خوشگش. نه مسابقه ما دیگه وقت فرپله عزیزم فرپله چی عزیزم ما ولنتاین رو داریم به عنوان روز محبت. بیا بگیر، بیا بردار. نه باش بله. ببین یه همچی حالتی داره. پس نواری رو یا از اینجا محکم میپیچم. آخ خشونت علیه گلها، خشونت علیه طبیعت. شما باختی الان. واقعا به نظر بهتر شد. من چسب نزدم. فشارتو کم کردی اون تش شل شد. من تش شل دوست ندارم. رو بعضیا روشون خیلی زیاده. خب ببین الان ما یه انسجام زیبا داریم اینجا، میبینی؟ خب این همه پلاستیک مصرف کردی. میتونم از این شاخ و برگ ها هم کمک بگیرم. من اینا رو دارم میکارم دوباره روز وقتی دیگه نمیدونی چی کار بکنی فقط دیگه میدی چی بگیره. چی بگی؟ نه نزن. بذار خراب بذار من نبازم. من اصلا میگه من لیاقت اینو اصلا این تا این مرحله. خب خیلی خوشگل، خیلی زیبا. یه نوک چینی ریز میزنم، اینایی که خیلی میخوای من کمک هستن رو پرت میکنم تو خونه. میام سراغ ربونم. ربونم و دوباره چسب میزنی ربونو؟ با توف که دست گل درست نمیکنه. ببین من چجوری درست کردم، چقدر کم خب اون شبیه لقمه نون پنیر سبزی شده، برای همین. تازه یه هفته تو کیف مدرسه مونده، یادت رفته بخوری چپک. آره معمولا این اتفاق میافتاد. یه کوچولو چسب میارم میزنم به توک روبانم، اینو اینجا فیکس میکنم. خب بعد شروع میکنم به پیچیدن روبان. رفتی واقعا روبان پیچیدی؟ نه به قرآن دارم میگم نکرد. خب از کجا بزنید رسی الان؟ خب چون قبلا که رفتم تو گل فروشی در و دیوار رو نگاه نکردم، یه ذره دقت کردم ببینم آقای گل فروش زحمت میکشه چه کاری انجام من رفتم گل فروشی فقط گفتم اونی که میخوام بده دیگه، بقیه‌اش رو نگاه نکردم. روبونم افتاد بچه. خدایی ببینید من چه خوشگل دارم درست میکنم. امیر عباس ویدیو رو دیدی؟ امیر عباس الو امیر عباس خوبی عزیز؟ صدات چرا ناراحته؟ همونه که میگفت مامانت خوبه؟ صابونه خورده؟ بعد یهو میگه آشو صدای قشنگت یهو قطع میشه ویدیو. قربون صدای خوشگلت برم. معلومه که چسب میزنم، پس نه توف میزنم. بابا من چه همه چی رو میندازم امشب. سوالی بجا پرسیده شده از شخصی نامناسب. شخصی که خودش همه چیز را میاندازد. داری کارو لذت میبری. آقا ولی این تو 5 دقیقه نبود، قرار بود تو 5. نه هنوز آماده نشده بابا. وایس. آها این تموم نشده الان؟ نه. خب ببینید ما تا اینجای کار داریم گلمونو، خیلی هم خوشگله. میام سراغ کاغذ. لطفا کاغذ بدید. حال کردی؟ خدا. میایم نمیدونم واقعا تو قسمت کاغذش واقعا هیچ چیزی ندارم، ولی تلاش میکنم چیکار کنم. و مچالش کنم. تو اینجوری شدی؟ شما انتظار نداشتی چیز درستی از آب در بیاد؟ معلومه که نه، داشتی مچالش میکردی. چسب داداشو بده. حسودیت میشه؟ آره فکرم تو باید حسودیت کنی. تو اون گلو میگیری من اون گلو میگیرم. راستی گلو مهمه عربیان فکرمی
نشست و فهمید باد من. اینجا همونجوری که میبینی یه چاکی در اومده که من حتی این چاکم اصلاح میکنم. بچه ها تو رو امام نگاه. کدوم امام؟ تو تو رو مشخص کنی بچه ها وگرنه نگاه نکن. گل خوشگل رو ببین. حالا الان این دامنی که ما داریم میبینیم خب این زشته دیگه. این برای ما افت داره. کارایی نداره. اگه گفتی چرا؟ چرا؟ چون ما یه ساعت روبان پیچیدیم اون پایین که روبانمون معلوم باشه. آها بهتر نبود؟ اینجوری شبیه مشعل شده. وقتی سلیقه نداری گلی هم که درست میکنی میشه نون پنیر سبزی. مرحله بعدی ما متشکل از 2 لایه پاپیون هستش دوستان که به پای پاپیون من نمیتونی برسی به هر حال. یه مقداری روبان میگیریم میاریم زیر گلمون. من حس میکنم گله من دارم به گله تو حسودیشون میشه. حق دارم. واقعا حق دارم. خیلی خوب شده. دور روبان قدیمیاش میپیچه خدایا. مثلا کی به من گفت بیا تو این مسابقه شرکت کن؟ وای بچه ها واقعا روبان 4 تایی شد. وای وای. یه ذرم دنبالش بلنده. دنبالش ببینم میتونی به قشنگ مثل من چیز بدی دیزاین بدی بهش. تونست. بچه ها دسته گل من آماده است. نظرتون چیه؟ دسته گل منه اون. دسته گلی که من ساختم. ببین براتون 2 رنگ پاپیون زدم. اول که این پایینو روبان پیچی کردم گل و قشنگ. 2 مدل پاپیون کوتاه بلند با رنگ‌های زیبا، کاغذ رنگی زیبا، قشنگ پیچیده شده. نظم گل‌ها به چه صورتی کنار هم قرار گرفتن؟ به یک شکل زیبا. بفرمایید. مرسی. یه با هم تبادل کنیم. من کادوی تو رو دیگه. من کادوی تو رو بدم تو کادوی من. بچه‌ها این دوتا به نظرتون کی برنده این مسابقه است؟ بعد یه کارشناس علمی بیاد. من خیلی انگیزه دارم برای این مسابقه میدونی؟ مرسی. خواهش میکنم. مرسی. وای. بعد ببین این چسبه رو که باز کرده اون سر چسب که علامت داره فلش قرمز اونم نه جدا نکرده با همون فلش قرمز. قضاوت با شما. به ما بگید که برنده این چالش گل ولنتاین درست کن و به پارتنرت هدیه بده کدوممون بود. ولنتاینتون هم بهتون تبریک میگیم. امیدواریم که بهتون خوش بگذره. هدف ما از این ویدیو این بود که میخواستیم بگیم که خارج از کلیشه ها و حالا کارهایی که همیشه میکردین حتما کادو بدین، برین نمیدونم کافه، کارهایی که حالا همیشه میشه کرد، کارهای دیگه هم میشه کرد که در کنار هم یه تجربه جذاب داشته باشین، یه کاری بکنین که بهتون خوش بگذره و کادو هم بگیرید. اصلا آقا من چیزی بگم. ماهیت کادو چیزیه که باید از دل بیاد. مثلا این غزل چقدر خوشحال شد وقتی من کادوی گلمو بهش دادم. غزل حس کرد اون پیامی که من داشتم. یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایکش بکنید چون که لایک های شما خیلی به ما دلگرمی میده و خیلی از ما حمایت میکنه. اگه هنوزم کانال منو سابسکرایب نکردی همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو حالت آل قرار بده که هر وقت ما ویدیو جدید میذاریم یوتیوب بر نوتیفیکیشن بفرسته و تو اولین نفری باشی که ویدیو رو میبینی. مراقب خودتون باشید. ولنتاین خوبی داشته باشید و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.